از همین سینی 20 سالگی 25 سالگی من همین کسب را آموخته سادیم تا حاضر 62 قدم موندم که حاضر هم همین کارا را انجام دادیم. ما سر میکنیم من که چکر ما میاندازیم چخچوب میمونیم چکر میاندازیم کشیدن سر میکنیم بعد مثال نیم ساعت تیار میشه مسک ما را میگیریم مسک تاجیکی ما را میگیریم های میمونیم بود چالاب میکنیم پیش آدما دا میمونیم چالاب کرده های بود میمونم اصل میکنیم به همین چیزای وی موده ملی خودمو همه وقت موده قرود چکه فراوانی گاو های موده همین چی قشلاق برای چی زندگی میکنیم برای همین چیزی ملی خودمو برای محصولات خودمو تمام چیزی همین محصولات تاجیکی خودمو از این ناحیه ورزو قشلاق تکاب میبره ما خیلی مهنت میکنیم مهنت کردیم راحت میبینیم مهنت که نکردیم میشنیم هم یک پیدا مثال که یک کای بازار بچه ها بیارن مثالو یا یگان دیگه مونده چیزا رو بیارن یکی ما خودمون مهنت میکنیم فرزندمون مهنت کلینومو اوقات میکنن مثال من محصولاتی با وی داره مثال من از چکه شکراب میکنیم قروتاب میکنیم حاضر من تیار که شد 4 ستیل آب میریزیم همین دوغی چکی کشیدگی موده 40 لیتر وی میبره همین دوغ میبره چالاب میبره 40 لیتر میبره مسکش هم قریب 2 کیلو میبره زیادتر دن هم میگیریم با استفاده میبریم با یک گوشه یگون کس همسایه میبیا یک کاسک ویده میتیم مثال یگون بیتونچک ده چالاب میتیم شونه انا که چکر میاندازیم کشیدن میگیریم محصولات حل شدن میگیره آخرون به مسکی تاجیکی ما رو مثال به وی که رسید قیام میبره امامو کلونومو من همه خیلی چیزی ملی چخچوب و چرخه که باباگی و ماماگی ما مثال من استفاده میبریم من گوهره که چشم باری همین چیزا رو نگاه میکنیم که ما آینده ما با همین در کار شود آینده فرزندام و آینده من اماما بابا کلونام و مامان کلونام و ما دماندگی همین چیزا من حاضر ما کلینا با استفاده برسودیم با بعدی ما کلینا استفاده میبرند همین محصولاتی باباگی و ماماگی مونه منه با ماشینه هست جیرگاش با میادن یه ماشینه باز مسکه میبرن ایداله با ماشینه تا پیش بچه خیلی حاضر اکنون زن میستازه با ماشینه از جرگاتمون هم استفاده میبریم از مثال چکمون هم استفاده میبریم من مثال قرود میکنیم همین چیزی همه این تاجیکی خدا مادر ملی کرچکا میکنیم مثال کرچکا رو تون میفراریم از ما با علاقه ما کرچکا کردگان فرزندا میریم اونجا مهنت میکنیم چابق میکنیم آب میتیم دارو میتیم و یارو بعد ما از وی محصولات میگیریم نباشه نکردیم ما محصولات نمیگیریم یگون فایده هم نمیبینیم من از 25 سالگیم همه خیلی ایلاق رفتگی گو بردگی هم 14 تا 15 تا من همشیرکو میدونن میرفتیم من خیلی چرخک میکشیدیم 50 تا میکشیدیم 80 تا میکشیدیم روغن زرد میگرفتیم تا 120 کیلو میفراوردیم ها با غنچه ما تقسیم میکردیم 10 کیلویی 15 کیلویی مثال من 4 گاو یک تاش خودم 40 کیلو روغن میفراوردم 20 تا گاو میبردیم بعد چکر اول شیر میپختیم جرغاد میکردیم با روی جرغات میگرفتیم من خیلی لالیای کلونده ان خیلی چهلا میفتن میکردیم با یار خیلی لختر میموندیم بعد در خلطه میگوین خلطه که جرغات که گرفتیم بعد تیار میشه بعد وقتی که دوغ کشی میشه و یک کسمان چکه مش میکردیم چکر کرسنوی کلونده مش میکردیم بعد در چرخک می انداختیم این چرخک می انداختیم بعد یک آبی گرم می انداختیم در بالا چکه آبی گرم که انداختیم بعد وی و کشیدن می گرفتیم و همه کشیدن خودش تیار که می شد تلا باری می شد بعد آبی خنک می ریختیم آبی خنک که چشمه همه می ریختیم که مسکه خودش علکه جدو می زن من همین دویم فرزندی من 25 روزه بود من ایلاق برم دیگه 14 تا گاو بردم من خیلی چرخک میکشیدیم 40 50 تا مثال محصولات وی مردم ده میفروختیم با اینا یک
مثال سر و پا آدمای قدیم چه خیلی بوده با سر و پا میکردن مونه که این گاوی من ایلاق بردو دامن مثال مسکا آورد و روغن زرد آورد و همین چیزی ملی خدا ماده تاجیکی همین محصولات سیاحان بسیار میبیان بسیار دم میگیرن مثال چه خیلی همین فطیر من دیدون علاوه میزنیم جوشک نورا رو کندو پیش میمونم رو بروردن میگیریم با یا خی رحمت میگون خیلی چیزای هوای وی تازه داره شما موجو مامی خیلی یافت تابستون دم خیلی من مثال پودینای باقی هست لالمی هست آبی هسته من کوکتی جمیلک میگون دوئلونا بوده خیلی همین ریشی ارغای بوده همین من وای مشال میگفتین بعد هالمون گفتنی هست که محصولات هالمون هم خیلی وای میکنیم آردشه هالمون که رفتی آوری تیار و میدونه 40 روز دا تیار میشه هالمون در او تر میکنی و هر سحر او بیوی علیش کران میگیری بعد در 40 روز علاکه و خودش تیار شد باید میگیری و بعد در یک منی وای تراشکان که وای میکنن باید وای میکنی شو بعد در او تر میکنی و تلخیشو میگیرن باید که تلخیشو که گریف و ایوای او تله نشایسته میگن با گندم میجوشونی گندم گشته وای میکنی من که در وای جوشوندی با گندم خاق میکنی با گندم اصلا و آردش تالکن میشه با اول آرد با اوتله نشایسته هوای میشه هالمون بسیار قیام بوده نه در همین تاجیک خودمون هر جهت من مثال ودکویش کوای میشدن کسل میشن و ما اوتاله کرده میدادیم شونه من آدمایی که شیره کشیده میتیم شونه همه محصولات ما همه ما داروی وای بوده شفا بخش بسیار آدما میبیان بسیار سیاحا میبیان همین درختامون میچینن میگن ممکنه داریم رمشکه چینیم کوکاتی چینیم زوف چینیم میگم درای هزارم درای چای خودتون میدارون با خیر رحمت گفته میبرون با خانم و همه خیلی اوخی چالاب همین چشمه آبی خونه که میگیریم چالاب تایم دادنش وای میپرتیم ریحان میپرتیم با یکم 20 مینوت خیلی نیم ساعت هم گویم مثل بوی ریحان میبرویم من این طرفای ما بسیار سیاحان میبیم ما خلق مهمون دوست داره من این زن ایورم آشی توپه مثال آشی وی میکنم باید توقعی کلونه اخصورمون موندگیه و اینو میکشن میشنن میکنن همه رحمت گفته همه وطنی ما میبرن میرون آتله چند نمود دارن آتله شربتی میگن آتله بشرینی میگن آتله بامبلاق میگن انا او بامبلاقش با گوش میکردی او خیلی میکردی چند نمود اوماچی با شیر میکنی اوماچی بعد و من پودینه با ریحان با میکنی شیره با هالمون میکشیدن ما میدادیم در گودکا تمام سحر شیره قطی همه شیره هالمون قطی گودکا سحر میشدن باید ما همه وقت هوای تازه باشه همه سحر میخزیم اول خونه ها رو باد و هوا میتیم هوای تازه میتیم هر گودکای معده رو میبراریم هوای تازه تا ساعتهای 11 گودکا رو هوای تازه میتیم عبید میتیم با میخوانیم شونه دو وقتی که حل شد گرد میشه کمتر آبی خنک در بالاش میچوشیم مسکر جدا شده انکو همشیرکو وای میکنن برای چالاب محصولات رو تیار کردن گینن محصولات من دو وقت تیار شد مسکر من جدا شد پودینم کمتر ریزه کنه چالاب ما تیار میشه فایدهش اکو ابا و بیوی ماماندگی که پای میشده یگون آدمی مثال نوای میبیاد ناجا میبیاد و همین محصولات پای میشه میگون بعد همه خیلی کشیدن میگیریم مسکه نمیغلطه همه خیلی کشیدن میگیرن آخرا هیچ میشده باید گشتر اثری نباید تکرارن بکنه این بسیار حکیم ده فایدهش بسیار انچی بسیار وای میکنن ما همه وقت داریم های دبیر شلوغ که زندگی کردیم خیلی محصولات ها بسیار میشمونه من مثال در کار که شد در و یک چرخک میکشیم یگون کس در کار میتیم بسیارترش روغن کوینه میشه میگن چند ساله روغن زرد کو انامین برای بسیار حکیم برای پا شکستگی
برآمدگی همین خیلی چیزا رو استفاده میبریم ما در کار ده همه وقت همین محصول دمون در کار تیار کرده همشریکو انا که چالا گرفتن در کار منم آب خنک میریزم مسکه خودش جدا شده میبردارم در طبقچه من 10 کیلو چکه باشه 2-3 کیلو بو روغن زرد میشه محصولات ما مثال من شوهر کردم من میجده نام پخته نمیتونستم با ینگه می آمد میپخت 2 بار 3 بار آمد پخت پیشش ایستاده خانمان دی ینگه بوده اهمیت نداده نکرده بوده با آمد ینگه یه بار 2 بار رمی خانی شوهرم پخته با یاد گرفتم با خودم پختم بگیم همین کارو میکردیم در زمان مستوخاره بودن کمک میکردم میپختم در قوم همین کارو میکردم من دیگه چی میکردم همونجا دیگه ماندگی چوربا میکردم آش میکردم در وای در اوگلا گرده کاری آسا گواره نگریشه نبودیم در اسور بشه نرفتیم با ماشین رای ماشین بس شد اونجا به وای با درخت نرفتیم رای پیاده دیگه چه خیلی نکردیم آخی نما میشو قرطاو پتری تچر بکنیم قرطاو میکنیم تواقعی کلان در نکرد نماناس با وقتی خوش حسین بشود 1000 بار شکری امام علی که ما چنجی امانی داده ایمان خدا 1000 بار شکر من مسکه تیار شد کمتر ایست حل شود سخترک شود مسکه را میبرداریم سخترک شد من مسکه را میبردارم با وی مسکه جرغات با خیلی با دورو وای تماما دیگه انا 1 ستیلای 10 کیلو ملارونکو یا میریزی نیمی دیگه میریزی بعد وای به حد با داروگیش دیگه این آبی این میروه این دخلتا که گرفتی آبی میروه با اینا با میگیری در کارتونا مش میکنی نمک زده مش میکنی با همی دست وایش او میکنی خیلی با یکش درکش او میکنی بعد میگیری آب که انداختی با اینا انا جرغات می اندازی خیلی و کشیدنش باید بابا که مسکش که قطع مسکش خودش سخت تیار میشه مسکش سخت و کمتر او اندازی و میگیریش انا کو برای چالا و دوغه استفاده بردن در کار میبرداریم من برای چالا همشیره شما گرید چیزای چالا باید تیار کنید و می اندازیم ریحان و پودینه را می اندازیم انا با کمتر با بالگری می اندازیم برای خوشمزه شدنش اگه این برای همین داروگی گویم که چالا و خوردن نمی اندازیم من پامادر نمی اندازیم قد ریحان و پودینه این بسیار فایده نغز داره
این کمتر که ایستاد این در ترکیب بی خودش دوغ و یا میگیره. من بوی پودینه و ریحان که گرفت انا با اینا میخوره. من اکنون ما مسئولیت کروتمون سر میکنیم تا آموخته شدنی چالابه. دوغه که من میخوام که کشیده در دیگ گودا تگیده گودا علاوه میکنی بعد و یک وقتی میکوی و طلا باری وای میشوه غوص میشه. بعد همه خیل و یا تنوگ میکنی سانوی غوصه تنوگ میکنی و کم ترکیب در دیگ ایستاد خودش با سخت ترک میشه و میگیری تنوگ میکنی. بعد این کورچه رو میگیری و همه خیل رد میبری با همه خیل میبری و انا باید هم قاق میکنی باید گرم ده باید گرم میبیاری. ده 15 روزه ای تیار شده قاق کرده گرفته ما خلطه ده ما به زمستان ما استفاده میبریم. چالاب هم آماده شد.